یکی از سوالایی که بیمارا خیلی میپرسن درباره رژیم غذایی و بیماری سنگ کلیه هست. در واقع میپرسن که ما چه غذایی بخوریم که سنگ نسازیم. واقعیتش اینه که سنگ سازی مقدار زیادیش بستگی به ژنتیک انسان داره. بعضیا کلیهشون سنگ ساز هست و تمایل به رسوب تو کلیهشون بیشتر است. اما یه اصول کلی هم وجود داره در مورد تغذیه که خیلی کمک میکنه که میزان سنگ سازی کمتر بشه. مهمترین نکته تو سنگ نساختن اینه که بدن همیشه پر آب باشه، یعنی کم آبی نکشه. راه این کارم خوردن آبه. راحت ترین کار اینه که شما مرتب آب بخورید. یه نشونه خیلی راحت برای اینکه بفهمید بدنتون کم آب هست یا نه اینه که وقتی ادرار میکنید رنگ ادرار غلیظ نباشه و بوی ادرار حس نشه. یعنی اگر ادرار روشن باشد و بوش کمتر باشه نشون میده که بدنتون به اندازه کافی آب داره. نکته دوم نمک هست. هرچه نمک کمتر، سنگ کمتر. و نکته سوم چاقیه. چاقی باعث سنگسازی میشه.